سلام بچه ما امروز در دورانی زندگی میکنیم که مردم ایران بیش از هر زمان دیگری بار سنگین نابرابری و فشار رو روی شونه‌هاشون حس میکنن. همونطوری که در چند روز اخیر مردم نپال با اتحاد و اراده سرنوشت خودشون رو تغییر دادن، ما هم به نقطه‌ای رسیدیم که نیاز به یک بیداری جمعی داریم، به یک اتحاد جمعی. سینما فقط سرگرمی نیست، آینه‌ایه که حقیقت رو روبروی خودمون نشونمون میده. فیلم هایی که درباره انقلاب، آزادی و مقاومت ساخته شده فقط داستان نیستن، اینا یادآوری این واقعیتن که تغییر بدون اتحاد مردم اصلا ممکن نیست. تماشای این آثار به ما کمک میکنه تا نه فقط قصه ها بلکه حقیقت امروز خودمون رو لمس کنیم. خب بچه ها، به همین دلیل رو با توجه به شرایط کنونی کشور عزیزمون ایران، سینما پاپکورن میخواد مجموعه‌ای از فیلم‌های مربوط به اتحاد و انقلاب رو به شما معرفی کنه. فیلم‌هایی که نه تنها سرگرم کننده هستن بلکه درس‌هایی از مقاومت، همبستگی و مبارزه با ظلم رو بهمون میدن. پس با هم لذت ببریم، هم حقیقت آزادی رو لمس کنیم. در این قسمت مجموعه‌ای از فیلم‌های انقلابی و الهام بخش رو براتون آماده کردم. هر فیلم رو در حدود 2-3 دقیقه معرفی میکنم تا خودتون ببینید که به سلیقتون میخوره یا نه و همزمان از داستانش لذت ببرید و درس آزادگی و اتحاد بگیرید. فیلم اولی که براتون آوردم فیلم معروف هانگر گیمه. فیلم در یک دنیای پسا اتفاق میفته، جایی که یه حکومت مرکزی مطلقه همه چیز رو تحت کنترل داره و 12 منطقه تحت فرماندهی و نظارت شدید اون هستن. مردم هر منطقه زندگی محدود و شرایط سختی دارن و حکومت با ابزارهای مختلف قدرت خودشو حفظ کرده. چقدر واقعا آشناس اینجور چیزا برای مردم ما. هر ساله حکومت مسابقه مرگبار ترتیب میده که در اون جوانان از هر منطقه به عنوان نماینده انتخاب میشن تا در یک میدان خطرناک و محدود با هم رقابت کنن. هدف مسابقه فقط بقا نیست بلکه نمایش قدرت حکومت و ترسوندن مردمه. این بازی جهت سرگرم کردن مردم پایتخت، مردم نخبه حکومت و یه هشداریه برای مردم عادی، یه سرکوبیه برای مردم عادی. این فیلم داستان دختریه با بازی جنیفر لارنس که با چالش‌های طاقت فرسایی توی این مسابقه روبرو میشه. این فیلم یه سگانه است که حتما باید به ترتیب ببینید. با گذشت زمان داستان به شدت عمیق‌تر میشه و پیام اتحاد و شجاعت و مبارزه برای آزادی رو بهمون میده. امتیاز فیلم توی IMDb 7.2. دیدنش بی‌نهایت ارزشمنده. چرا؟ چون فیلمیه پر از هیجان، پر از عشق، پر از استراتژی و پیام اجتماعی که نشون میده حتی در شرایط خفقان و سخت و تحت سلطه مطلق، شجاعت و اتحاد مردم میتونه مسیر رو کاملا تغییر بده. خب دوستان، فیلم دوم فیلم رنگوه، یه انیمیشن بسیار عالی. داستان این انیمیشن توی شهر خشک و بی‌آب و علف در دل بیابان اتفاق میفته که مردمش به شدت از کمبود منابع و بحران مدیریت رنج میبرن. هیچ کس توی این شهر توان رهبری واقعی رو نداره و مردم با ترس و تردید زندگی میکنن. توی این محیط یه آفتاب پرست دست و پا چلفتی و متفاوت وارد شهر میشه و داستان ما همینجا آغاز میشه. رنگو یه آفتاب پرست خونگیه که خیال پردازه و ناخواسته وارد شهری میشه که مردمش شدیداً نیازمند رهبری و امید هستن. اون خودش رو به عنوان یه قهرمان جا میزنه و کم کم با کمک مردم و تجربه‌ای که کسب میکنه به شخصیت واقعی و الهام بخش تبدیل میشه. داستان پر از لحظه‌های تند، هیجانی، معما و شخصیت‌های جذاب دیگه مثل خانم بینز، یه دختر شجاع که به رنگو کمک میکنه، و تیتو، یه پرنده کوچیک و بامزه که همراهیشون میکنه. از جذابیت‌های دیگه این فیلم میتونم به صداگذاری رنگو اشاره کنم که حضرت جانی دپ این کار رو انجام میده. امتیاز فیلم توی IMDb 7.2، پس قطعا ارزش دیدن داره.
فیلمی پر از طنز، خلاقیت و پیام اجتماعیه که نشون میده حتی کسی که در ظاهر ضعیف و عادیه میتونه با شجاعت، با اتحاد با دیگران جامعه‌ای که توی بحران شدیده رو نجات بده. تجربه این فیلم الهام بخش و همزمان سرگرم کننده برای هر کسی که به داستان‌های اتحاد و مقاومت با یه تم طنز و انیمیشنی علاقه داره گزینه عالیه. قبل از اینکه بریم سراغ فیلم بعدی، سابسکرایب، حمایت، کامنت، لایک فراموش نشه. بی نهایت برای دیده شدن و تداوم کارمون به شما نیاز داریم بچه. فیلم جذاب بعدیمون فیلم وی فور وندتا. داستان توی دنیای تاریک و دیکتاتوری اتفاق میفته، جایی که حکومت مرکزی با کنترل شدید روی رسانه و قوانین سخت مردم رو تحت سلطه خودش قرار داده. مردم بریتانیا از ترس و سرکوب زیاد هیچ صدای اعتراضی ندارن و زندگی سختی دارن. توی همین شرایط تاریک یک شخصیت مرموز و ناشناس با ماسکی ویژه وارد صحنه میشه و مسیر داستان رو به صورت کامل تغییر میده. شخصیتی به نام وی، نام مستعار وی، شخصیت مرموز و زیرک با برنامه دقیق به دنبال ایجاد تغییر و الهام بخشی برای مردم. داستان با تمرکز روی تلاش‌های وی برای مقابله با ظلم و فساد و مواجهه با افراد معمولی که کم کم در مسیر تحول قرار میگیرن پیش میره. روابط خاص وی با یه دختر و تغییرهایی که در روحیه دختر و قدرت مقاومتی دختر ایجاد میکنه واقعا فوق‌العاده است. واقعا درسای زیادی برای ما داره. امتیاز این فیلم توی IMDb 8.2 و از جذابیت‌های دیگه‌ش هم حضور ناتالی پورتمن توی این فیلمه. این فیلم از اون لحاظ ارزش دیدن داره که فیلمی پر از هیجانه، پر از استراتژی و پیام‌های اجتماعی سیاسی که نشون میده حتی توی زمانهای دیکتاتوری مطلق و یه پروپاگاندای مطلق قوی، شجاعت و برنامه‌ریزی و اتحاد مردم میتونه مسیر رو تغییر بده. تجربه دیدن اون هم سرگرم کننده، هم به شدت الهام بخشه. اگه دنبال مقاومت و آزادی و اتحاد هستی، این مورد میتونه گزینه واقعا جذابی باشه. خب بچه‌ها، قبل از اینکه پرونده فیلم قبلی رو باز کنم بازم میگم سابسکرایب، لایک، کامنت فراموش نشه. فیلم بعدی فیلم اسنوبریزره، محصول سال 2013. فضای فیلم یه داستانیه در یک آینده پس آخر زمانی که یه عصر یخبندان جهان در درون خودش فرو برده و آخرین بازمانده‌های بشر روی یک قطار عظیم که پیوسته در حال حرکت زندگی میکنن. این قطار به بخش‌های طبقاتی تقسیم شده و حکومت مرکزی در بخش جلویی قطار قدرت کامل رو در اختیار داره، در حالی که بخش‌های عقبی با فقر و سرکوب شدید دست و پنجه نرم میکنن. توی این محیط بسته و شدیداً طبقاتی، افراد بخش‌های عقب تصمیم میگیرن علیه بی‌عدالتی و کنترل مطلق حکومت مرکزی قیام کنن. فیلم پر از لحظات هیجان انگیز، مبارزه و استراتژی و نشون میده که چگونه اتحاد و همبستگی میتونه در شرایط سخت و محدود نیروی قدرتمندی باشه. شخصیت‌های مختلف هر کدوم نقش مهمی در شکل‌دهی این مسیر دارن و داستان پیام‌های عمیقی درباره مقاومت بهمون میده. از بازیگرای معروفش، شخص اول فیلم کریس ایوانزه که در نقش اصلی شورشیه. امتیاز فیلم 7.1. دیدنش از لحاظی ارزشمنده که فیلمی پر از هیجان، مبارزه، پیام سیاسی اجتماعیه که نشون میده حتی توی یک محیط طبقاتی با یک اختلاف طبقاتی شدید، شجاعت و اتحاد بازم میتونه مسیر عدالت رو به ما نشون میده. و حالا آخرین فیلم و قدیمی ترین فیلم و شاید آشناترین فیلم شجاع دل، محصول 1995.
داستان فیلم تو اسکاتلند قرون وسطا اتفاق میفته، زمانی که مردم تحت سلطه و فشار یه حکومت خارجی زندگی میکنن. شرایط سخت و ظلم و بی‌عدالتی باعث شده مردم احساس ناتوانی کنن و هر کسی تلاش میکنه فقط زنده بمونه، فقط زندگی جهت بقاه. توی این محیط یه قهرمان معمولی اما شجاع پا به میدون میذاره و مسیر رو تغییر میده و یه مبارزه علیه دیکتاتور رو شروع میکنه. شخصی به اسم ویلیام والاس، فردی معمولی اما با قلبی پرشور، تصمیم میگیره مردم خودش رو علیه ظلم متحد کنه. داستان با تمرکز روی مبارزاتش و ایجاد اتحاد بین مردم و شجاعت فردی و جمعی روایت میشه. فیلم پر از لحظات هیجان انگیز، نبردهای استراتژیک، یک پایان به شدت دراماتیک و شخصیت‌های جذاب تاریخیه. کارگردان و نقش اصلی فیلم و گیبسونه که شخصیت خود ویلیام والاس رو بازی میکنه. امتیاز فیلم امتیاز خوب 8.3. از اون لحاظ میشه گفت این فیلم ارزش دیدن داره که فیلمی پر از هرجانه، پر از نبردهای استراتژیکی و پیام‌های اجتماعی سیاسیه. کسایی که به داستان‌های قرون وسطایی همراه با تم مقاومت و اتحاد نیاز دارن، قطعا این فیلم یه گزینه عالی و حال خوب کن و جذابه. خب بچه‌ها، اینم از فیلم‌های امروز. این فیلم‌ها به ما یادآوری میکنن که حتی توی شرایط سخت و تحت سلطه، شجاعت و اتحاد و ایستادگی مردم میتونه مسیر رو تغییر بده، مسیر تاریخ رو متفاوت پیش ببره. تاریخ پر از مثال‌هاییه که نشون میده وقتی مردم کنار هم قرار میگیرن هیچ قدرتی نمیتونه جلوشون وایسه. همیشه شجاع باشید و همیشه بدونید اتحاد ما برای ایران و ایرانی چقدر لازمه. دوستتون دارم. خدا نگهدار.